الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال شما این است که آیا روغن خوک را مالیدنش به جسم ممکن است برای شفا؟ البته ممکن نیست، حرام است. هر چیزی که حرام است استعمال کردن اون هم حرام است و بالخصوص برای شفا یافتن. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث میگن که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، یعنی چیزهای حرام رو خرید و فروشش حرام است. اولا. دوما پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که لم یجعل الله شفاء امتی فی الحرام، الله شفای امت من را در حرام قرار نداد. چیزهایی که به شما شفا می شود، البته این سبب هایی که به شما ان شاء الله به شفا یافتنتون سبب می شود الله ذکر کرده. قرآن شفا است. در قرآن گفته است که عسل شفا است، فی شفا، و حبت سودا رو پیامبر گفتن که روغن سیاه دانه شفا است، و بسیار چیزهای مباح است که الله نگفته است حرام گفته، بمانند امروزه داروهایی که در ترکیب چیزهای حرام نباشد. بارک الله فیکم.